سلام و درود. اومدیم برای معرفی سید ماینکرافت بدراک. اول شما نزدیک روستا به دنیا میایید که وقتی وارد اون روستا میشید یه بلک اسمیت داره که لوت خیلی خوبی هم داره. بعد یه دروازه میبینید اونجا که شما با این لوتی که به دست آوردین و ابسیدین ها میتونید دروازه رو باز کنید. اگه شما تو مختصات 177 820 رو بکنید میتونید یه معدن برسید و اگه پایینترش رو بکنید میتونید به یک استرانگ هولدی برسید که هم دروازه داره، هم دروازه اند داره، هم نزدیک اون یه انشن سیتی هست که لوت های فوق العاده ای داره. شما میتونید با استفاده از این لوت ها که در نوع وجود داره خودتون رو خیلی ارتقا بدید و به راحتی بتونید دراگون رو بکشید. به این کار میگن اسپید ران و شما به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. حالا بیایید برای دیدن این سید. اگه خوشت اومد حتما لایک کنید.